مردی از همسرش پرسید که نمازت را خوانده ای؟ همسرش گفت نه نخواندم. شوهر پرسید چرا تا حال نمازت را نخواندی؟ همسرش گفت خیلی خسته‌ام، نو از کار برگشتم و کمی استراحت کردم. شوهر گفت میدانم خسته ای، اما قبل از این که بخوابی حتما نمازت را بخوان. فردای آن روز شوهر به قصد یک سفر کاری شهر را ترک کرد. همسر چند ساعت بعد از پرواز با شوهرش تماس گرفت تا احوالش را جویا شود، اما شوهر به تماسش پاسخ نداد. چندین بار پی در پی زنگ زد، اما شوهر زنگهای او را جواب نداد. همسر آهسته آهسته نگران شد و هر باری که زنگ میزد و شوهرش جواب نمیداد، پریشانی و نگرانیش بیشتر و بیشتر میشد و در ذهنش هر گونه فکرها و خیالات دور میزد که مبادا به او حادثه روی داده باشد، چون که شوهرش به هر سفری که میرفت فوراً بعد از فرود آمدنش تماس میگرفت و از حال خود خبر میداد، اما چرا این دفعه جواب نمیدهد؟ او خیلی ترسیده بود. گوشی را برداشت و دوباره تماس گرفت و به امید اینکه صدای شوهرش را بشنود زنگ زد، اما این دفعه شوهرش گوشی را برداشت و پاسخ داد. همسرش با صدای لرزان پرسید رسیدی؟ شوهرش جواب داد بله الحمدلله به سلامت رسیدم. همسر پرسید چی وقت رسیدی؟ شوهر گفت 4 ساعت قبل رسیدم. همسرش با یک عصبانیت گفت 4 ساعت قبل رسیدی و به من یک بار هم زنگ نزدی؟ شوهر با یک آرامیش و شکسته حالی گفت خیلی خسته بودم و کمی استراحت کردم. همسر گفت آخر خواطر شدم، مگر مشکل بود که چند دقیقه را صرف میکردی و جوابی مرا میدادی تا اینقدر خواطر نشوم؟ مگر من برایت مهم نیستم؟ شوهر گفت چرا این طور میگویی عزیزم، تو برایم خیلی مهم هستی. همسر گفت مگر صدای زنگ را نمیشنیدی؟ شوهر گفت میشنیدم. زن گفت پس چرا پاسخ نمیدادی؟ شوهر گفت دیروز تو هم به زنگ پروردگار پاسخ ندادی. به یاد داری که تماس پروردگار یعنی اذان را به پاسخ گذاشتی؟ سبحان الله. با شنیدن این سخن چشمان همسر از اشک حلقه زد و پس از کمی سکوت گفت بله یادم است، ممنونم که به این موضوع اشاره کردی، معذرت میخواهم. شوهر گفت نه عزیزم، از من معذرت خواهی مکن، برو از پروردگار طلب مغفرت و آمرزش کن. الله رب العالمین میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. شما دنیا را ترجیح می دهید، دنیا را اختیار می کنید، در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است. صدق الله العظیم. واقعا چنین رفتار زیبا از شوهران قابل ستایش است. این قصه برای همه ما و شما عبرت است که اطرافیانمان را، خصوصا همسر و فرزندانمان را با ترفند زیبا و رفتار نیکو به سوی نماز و دیگر کارهای خوب انسانی راهنمایی کنیم.